بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية في الحديث النووية. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون. يعني إمام حافظ فقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله رحمتش کند فرموده است که حدیثی 42. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني گفتم البته این سند این حدیث اسنادش ضعیف است، نه، ولی که معناش انشاءالله درسته. یعنی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنند که گفت از پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میگفت: خب الله غالب و توانا میفرماید: ای فرزند آدم، براستی هرچی تو از من طلب کنی و خواهش نمایی تو را به آنچه که از تو بود، یعنی از آنی تو بود، آمرزش کنم و مرا پروایی نیست. ای فرزند آدم، اگر گناهان تو به ابرهای آسمان برابر باشد، آنگاه تو از من طلبی آمرزش کنی، بر تو ببخشم و مرا پروایی نیست. ای فرزند آدم، اگر به اندازه غنجایش زمین گناه ها بکنی، پر از زمین گناه کنی، سپس به دیدار من برسی و چیز را به من شریک نگرفته باشی، مهم یعنی که شرک نکردگی باشی، به همان اندازه گنجایش زمین تو را مغفرت دهم. مهم در اینجا یعنی که شرک کسی کردگی نباشد، دیگه گناه ها در زیر مشیت الله سبحانه و تعالی می باشد، خواهد می بخشد، نخواهد نه. این حدیث را ترمذی روایت کرد و گفته است که حدیث حسن و صحیح است. این بود. بارک الله فیکم حدیث امروزی ما برای ازبر کردن. نکتفی و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.